مثلا ما پیشرفت علمی اینقدر تحقیق بکنیم، اینقدر مقاله داشته باشیم، بدون توجه به اینکه آقا شما اگه می‌خواید اینقدر تحقیق بکنید و مقاله داشته باشید، باید بالاخره این بضاعت علمی اولیه‌اش هم موجود باشه که ازش یه چیز واقعا جدید و بدیعی در بیاد. اگر اون بضاعت اولیه رو نداریم، فقط میدون رو میدید به آدمای فرصت طلب، آدمایی که در واقع به طور سوری یه چیزایی تولید می‌کنن. مطلب سومی هم که هست اینه که در همین شرایط ما بعضی از استدلال میکنن که ما چون عقب افتاده هستیم نباید توجه بکنیم به مسائل خلاقیت، بلکه باید با عجله و برنامه‌ریزی بریم به جلو، برسیم به مثلا کشور پیشرفته بعداً این فاز خلاقیت رو در واقع تقویت کنیم. در صورتی که اینطور نیست. خیلی وقتا در همین فازهایی هم که ما هستیم امکانات خلاقیت بوده. من خودم چه مقدار درگیرم با مسائل اینترنت، من 15 سال پیش توی مملکت امکان وجود داشت، 12 سال پیش 10 سال پیش هم وجود داشت که ما توی اینترنت کشور جزو کشورهای پیشرفته باشیم تو دنیا، ولی به خاطر اینکه دوست داشتیم این ایمیج جهان سومی و ایمیج در حال رشد داشته باشیم، خودمون رو کشوندیم عقب و نخواستیم بیفتیم تو قافله اصلی. بنابراین من واقعا فکر می‌کنم یه آدمایی مثل تابش اینا واقعا غنیمته، آدمای بسیار بسیار ذی قیمت و در واقع گرانبهایی هستن توی این مملکت که ما باید بیشتر توجه بکنیم. من دلم میخواد که در واقع به این موضوع توجه بشه. شاید من به جایی که وارد خاطرات بشم همین اشاره کرده باشم به این موضوع کافی باشه. من فقط آخرین صحبتم رو یه چیز تمام بکنم. آقای خسروشاهی گفتش که شاید من خودش یعنی مقدار وقتی صرف کردم با آقای تابش بیشتر از وقت بود که مثلا پسراش باش وقت صرف کردن در این بود. خب در من فکر کنم اینجا جا داره که ما از خانواده تابش تشکر بکنیم که در واقع بار که این بار فداکاری ایشون روی همسرش و فرزندانش هست. خیلی ممنون. خب از قایبان آقای دکتر مشرفی هم هستن که دوست داشتن امروز اینجا باشن و ما هم دوست داشتیم ببینیمشون و نتونستن بیان. اما فقط از قایبان حرف نزنیم. خیلی کسانی اینجا هستن که ما میدونیم حرف زیادی هم دارن در مورد کتابش بگن ولی بزرگوارانه سکوت رو ترجیح دادن. من 2 تا اسم یادداشت کردم، قطعا بیشتر از این. جناب دکتر یشیری تشریف آوردن و ترجیح دادن سکوت کنن یا سکوتشون در مجلس این حضور داشته باشن. جناب دکتر محمودیان اینجا هستن که سالها بالاخره دوست و از نزدیکان انگلیسی تابش بودن و جناب مهندس بیتی هم تشریف آوردن که باز ترجیح دادن چیزی نگه. بسیار خوب. محمد مهدیان پیغامی نمیدونم خاطره یه چیزی خلاصه حرفی دارن در این مورد. میتونیم ببینیم؟ خب میبینیم. برای محمد هم دست بزنیم. ضبط میکنم. واقعا از ته دل دوست داشتم میتونستم اونجا تو جمع شما باشم تو جشن تولد آقای دکتر تابش، میتونستم از نزدیک بهشون تولدشون تبریک بگم، بهشون بگم که چه آدم مهمی بودن تو زندگی من
و چقدر خوشحالم از اینکه میشناختمشون رو. من دکتر تابش از وقتی کلاس سوم دبیرستان بودم میشناسم. مهمترین چیزی که واسه من رفتن به المپیاد و شریک داشت آشنا شدن با 2 نفر مثل دکتر تابش بود که هنوزم که هنوزه مهمترین آدمای زندگی من هستن و بیشترین اثر رو گذاشتن تو زندگی من. دکتر تابش معلم خیلی خوبیه، من خیلی ازشون چیز یاد گرفتم. ایشون مدیر خیلی خوبی هستن، ایشون متفکر خیلی خوب و خوشفکری هستن. ولی از همه اینا مهمتر برای من این هستش که ایشون آدم خیلی خوبیه. ایشون کسی هستش که نذاشته هیچ وقت ناامید بشم من. برای من ایشون نماد کسی هستش که به همه چیز به دید مثبت نگاه میکنه، کسی که هیچ عقده‌ای ته دلش نداره، کسی که به هر کسی که از دستش بر بیاد کمک میکنه، کسی که هیچ وقت هدفش رو گم نمیکنه، کسی که اگه مسئولیتی رو بر عهده میگیره به هدف کمک کردن به مردم و به کشورش و این هدف رو هیچ وقت نه لابلای بوروکراسی روزمره جا میذاره و نه اینکه فدای حفظ موقعیت خودش میکنه. خلاصه وقتتون نگیرم، آقای دکتر تابش خواستم بگم که دوستتون دارم، تولدتون مبارک باشه، براتون آرزوی شادی و سلامتی میکنم و امیدوارم که هرچی بتونم ببینمتون. تولدتون مبارک. شطرنج بازی برجسته کشورمون امشب مربی همینجا بود و رفت. قبل از رفتنش خاطره‌ای تعریف کرده بود که قرار شد من تعریف بکنم براتون. مسابقه قرار بوده برگزار بشه، اصطلاحش بکنم از سیمولتان، درست میگم، که یه شطرنج باز با تعداد زیادی حریف در آن واحد مسابقه میده. یه سیمولتانه با 120 نفر قرار بوده برگزار بشه و فکر میکنم بیشترین عدد، یعنی بالاترین رکورد سیمولتانه 500 نفر هست که همین یکی دو هفته پیش شکسته شد. یعنی مثلا 512 بود شد 540 همچین چیز. خلاصه قرار بود یه سیمولتانه 120 نفره برگزار بشه و تا آخرین ساعات اینطور که ایشان برای تعریف میکنه همین گفتن نه آقا چه حرفی، کدوم مسابقه، کجا، با چه امکاناتی. تنها کسی که گفته میشه و آخرش هم شده دکتر تابش. خب من فکر میکنم که پدرام به ما گفته بود، آقای دکتر صفحی به ما گفته بود که یه خاطره ما از خود آقای دکتر تابش بپرسیم. خاطره رونمایی کتاب 60 سالگی آقای دکتر شهرشانی. اگر ممکنه اون میکروفون رو بیارید برای آقای دکتر تابش تا خاطره رو تعریف کنیم. مرسلت که خب آقای دکتر شهرشانی من واقعا خیلی همیشه بین هیچ وقت این رسما سر کلاسشون نبودم ولی واقعا شاید بیشتر از همه از ایشون چیز یاد گرفتم و خیلی چیزا رو چه معلومات دانش ریاضی چه کارهای جانبی غیره واقعا من اگه 2 نفر بخوام به عنوان استاد خودم اسم ببرم خب در دوره‌ای که درس می‌خوندم در دانشگاه اول که اومدیم آقای دکتر زرقامی اینجا بود خیلی ازش چیزی یاد گرفتیم چه ریاضیات چه چیزای دیگه و بعدم از آقای دکتر شهرجانی من خیلی چیزی یاد گرفتم. اینه که خب خیلی بهشون علاقه داشتیم و اون سال همزمان من و کاوه لاجوردی و بعدم پدرام به فکر افتادیم که این مجموعه رو در بیاریم و خب این مجموعه و در حد توانایی که خب بچه‌ها توانایی‌هاشون خیلی بالا بود تونستیم این کتاب رو فراهم بکنیم. البته لازم بگم آقای دکتر سهراپور هم کمک کردن که ما اینو به صورت همینجور هم یه مقدار با مثلا حالا سورپرایز کنیم آقای دکتر شهرشانی رو به طور آروم در آوردیم آماده کردیم و تصمیم داشتیم که مثلا روز تولد ایشون ببریم اینو یه جوری یا یه مراسمی بذاریم. اتفاقا همون سالشون روز تولدشون داشتن میرفتن برای یکی از این مسافرت‌های فکر کنم آیکن برای اینترنت. شبش من با خانومم رفتیم منزل ایشون رو اینو بسته‌بندی کردیم یه جوری گفتیم خلاص این یه هدیه‌ای برای تولد شما میتونیم فردا بریم تو هواپیما باز کنیم می‌خوایم الان باز کنیم که بالاخره ایشون همون شب باز کردن و من فکر کنم که دکتر خوشحال شد و برای ما خیلی خوشحال و ما خیلی خوشحال شدیم که تونستیم کنیم. به من گفتن مثل این معرکه‌گیرا که زنجیر پاره میکنن اینو
بگیرم دستم راه بیفتم این تو بگم خب حالا نوبت شاگرده دکتره، هر کس خاطری میخواد بگه اولین چراغ ما رو روشن کنه و از این حرفا خلاصه دستشو بلند کنه من میکروفون بیارم باشه. آقای دکتر میخوای شما شروع بکنید؟ آره میشه. خب اون معرفی گیری من متوقف میمونه تا جناب آقای دکتر ابراهیم آبادی ما در خدمتشون باشیم. درست گفتم یا اون کسر اضافه بود؟ نه درست. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت استادان عزیز و دوستانی که در این جمع حضور دارن خدمتشون سلام عرض میکنم و در واقع دکتر تابش تبریک عرض میکنم. من فکر کنم دو تا نکته در مورد بحث افراد مثل دکتر تابش در جامعه ما وقتی پیش میاد مهم هستش. یکیش به نظر من که چون من رشته‌ام در حوزه علوم انسانی هستش، توجه به این در واقع بافت فرهنگی اجتماعی، موقعیت اجتماعی، فضای فرهنگی و فضای انسانی در حرکت هست، تصمیم گیری، اجرا، عمل. اون چیزی که به نظر من آقای دکتر تابش رو متمایز میکنه در رشته‌های حوزه ریاضی و فنی از دیگران این هستش که این حوزه رو خیلی توجه بهش میکنه. یعنی فضای فرهنگی اجتماعی، موقعیت و بافتی که داره توش حرکت میکنه خیلی مورد توجهش هستش. در کدام بافت داره حرکت میکنه، چه موقعیت اجتماعی، و این خیلی مهم میتونه باشه برای کسانی که میخوان در حوزه انسانی و اجتماعی ایران کار کنند. و نکته دوم که میتونم خدمتتون عرض کنم چند وجهی بودن آقای دکتر تابش هستش و تلاش برای اینکه بتون پیوند بده دانش‌های مختلف رو و علوم مختلف رو برای اینکه بتونه تاثیرگذار بشه در محیط پیرامون خودش. به هر حال من خودم بیش از 10 ساله که آقای دکتر تابش رو میشناسیم و خدمتشون ارادت داریم. اون چیزی که مهمه آقای دکتر شهرشانی همیشه میگفتن دکتر تابش راه میره و دو تا وزارتخونه داره راه میره و این واقعا یک حرف درستی است و امیدواریم که ما از آقای دکتر تابش یاد بگیریم کار کردن رو و امید رو و حرکت رو به آینده رو. خیلی متشکرم. در اون آشفته‌های کاغذهای من یک اسم جا مونده بود. من باید تشکر کنم از جناب آقای خردپژوه رئیس خانه ریاضی اصفهان که در جمع ما حضور دارن ولی با بزرگمنشی خواستند که صحبت نکنن و فقط با حضورشون ما دلگرمی بدن. من زنجیر پاره نمی‌کنم اما شما خاطره میگی. اولین خاطره رو کی میگه؟ چه برخورد گرمی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من مجبورم فشرده کنم به خاطر زمان، پس چند تا چیز رو با سرعت در واقع انشاءالله سعی میکنم بگم. سخته اما ببخشید دیگه اگر خراب شد. اولا اینکه یک جمع زیادی از دوستانی که آمدن دانشگاه ریاضی و بعد هم رفتن به هر حال در قلل مختلف مستقر شدن، آقای دکتر تابش به هر حال مقصرن توی این قضیه و این قصور هم در واقع نیست، تقصیر بسیار جدی است که به هر حال دل ما و دوستان دیگری رو در واقع بردن از موقعی که دانش آموز بودیم تو مدرسه درخشان و جاهای دیگه و این سابقه آشنایی 20 ساله قبل از آموزش دانشگاه شریف و پامون به اینجا باز شد و کارهای دیگه و آمدن آدم‌های زیادی از اون نسل فکر می‌کنم به خاطر حضور در واقع ایشون و آقای دکتر شفیعی و دوستان دیگه که مسئول بودن که تشریف می‌بردن و در مدرسه و سخنرانی می‌کردن. بچه‌های ارزشمندی اومدن، حالا یه چند تایی مثل بنده هم داخل وسطشون بر خوردیم، اما به هر حال اینکه انتخاب اولش رو بذاری ریاضی بعد برق و نمیدونم مهندسی کامپیوتر چیز دیگه تو کنکور بچینی که از دور خیلی در واقع غیر منطقی به نظر میرسه، ماحصل در واقع علاقه‌ای است که آقای دکتر در واقع ایجاد کردن و این امتداد پیدا کرد. حالا شاید خودتون یادتون نیاد برای کارشناسی ارشد هم به دلایلی من رشته مهندسی رو خواستم انتخاب کنم و از شریف می‌خواستم برم. ایشون بزرگوارانه با یه جمله‌ای که نمیتونم ذکر کنم خیلی محبت آمیز بود گفتم بیا شریف دیگه، در حال خوبه دیگه برای همه اینجوری بهتره. گفت باز هم چشم، بقیه‌اش هم ان شاءالله خداوند بخیر کنه. و اما خاطره اصلی یه روزی فکر می‌کنم سال 77 آخرای سال گفتن که احد پنجشنبه اگه می‌تونی بیا دانشگاه کانالی مورد مشورت کن. در راجع در واقع آغازین سال 2000 میلادی داریم صحبت می‌کنیم و سال جهانی ریاضیات که استاد عالی به در واقع ریاست رئیس جمهور وقت و حال خاتمی در واقع بود و کارهای قانونی بعد انجام شد. انتخابات مجلس چون نزدیک بود من فکر کردم مشورت از این جنسی که حالا دکتر مندت دست سر ما گذاشتن و احتمالاً میخوان برن که بازی کارهای اجرایی و نماینده مجلس اینا واقعا قرار مشورتی صورت بگیره و
من ذوق کردم تا ایشون داشتم از دانشکده خارج شدم. امیدوارم